مدیا امریکی را گهاند که امریکا پلان دکه دناوا 2 مهین بیده همو هزار لشکرین خویین لروجاوی کردستان و سوریه به تمامی وکشینه. لگوری نوچه اگر روزنامه وال استریت جورنال واشنگتونه پشتی که حکومت نو یا سوریه کنترل خو لسرانسری ولات جهگیر کریه بریاردای که حبونا خویا لشکری به داوی بینه. اراحاتی دیار کرن که حبونا حسده بو تولیبونا دناف سازین دولت ده ریل بر و وکشین خوش کریه. تورانوچه آنیا CBS جزاری برپرسین امریکی یه نناس اف پلان و یا وکشین پشراس کریه. اف بریار داویه یا واشنگتون پیشتیوی اکیت که امریکا دمین رابهوری ده هزین خواه لبنگین استراتژیک ین وکی تنف و شداد وکشانده بو که بره وک ناوند لشکری ین هفپیمانیان ناف دولتی یا لدیجی داش دهاتن بکار گرتن. پنتاگون هینا به فرمی برسوا داخلیانی درباره پلان وکشیناج سوریه ندایه.